سلام خدمت شما دوستان عزیز. من راوی هستم و خیلی خوش اومدین سراغ یه ویدیویی که یه پلیر داشته یه ارور 23 رو میزده و با یه موجودی که اسم نداشته و 6 سوده مواجه میشه توی سرورهای تک نفره. پس بریم سراغ ویدیومون. خداحافظ. داستان از این قرار شروع میشه که یه پلیر داره اینجا داره دعوت میشه به یه سرور تک نفره که هیچ دوستی نداره و توی سرور تک نفره حال میکنه و داره یه داره میکنه و خوش میگذرونه و میره یکم با ما اینجا رو نگاه میکنه و خیلی این پلیر دوست داره شب بشه و موجودات ترسناک رو بزنه، یعنی زامبی و اسکلتون. این پلیر واسه خودش یک کرافتینگ تیبل میسازه و شروع میکنه تجهیزاتش که خودش رو خواهد بسازه. اول یک کرنگ چوبی میسازه، بعدش هم میره سراغ ماین کردن و اینجا خاک میکنه و میره و اینجا دوباره یادش رفته بود دوباره کنه پلیرهای بازی حتما باید دوباره کنه. بعد که میخواد مشعل درست کنه وقتی میره وقتی از دارم میاد بیرون حالا یکم میره بزنه و میره اول مشعل بسازه. نه اشیایی گفتم و این پلیر داره یه مشعل ساخت و داره میره تو وار که مشعل بزنه و یه مشعل میزنه که میره که دنبال چیزایی ببرده، دنبال یه رفته دنبال گل ببرده. اینجا میره میره پشمای گوسفند رو میگیره که باش یه تخت بسازه و یه گاو هم اینجاست و پشم اون گوسفنده رو میکنه و یه خود بیشتره رو میکشنش. دو تا خود میکشنش. میره سراغ یه جایی، بعد یه دونه از این میوه‌هایی که خودش قبلا تو جنگل کنده بود رو میخوره و یه دونه از اینا میکنه، یعنی 2 تا میکنه و اینجا گلا رو میبینید و وقتی حالا برمیگرده توی جعبهش رو نگاه میکنه و بینه همه چی آروم و برای خودش یه تخت میسازه. بعد میره اینجا یه خوله هم برای خودش میسازه، نه که اینجا بیرونی زندگی کنه. و اینجا 47 تا چوب داره. اینجا برای خودش یه چینه از اینا میسازه که کشاورزی کنه و میره اینجا و یه آب میگیره، سبد آب میگیره و میره اینجا کشاورزیشو انجام بده. کشاورزی خب اینجا میبینیم اینجا یه پیغامی نوشت میاد که نمیگم اون سبزایی که اینجاست میگه این پلیر برای خودش مزرعه ساخته و میره اینجا چوب میکنه که برای خودش یه خونه خوشگل و تمیز درست کنه و میرسه 64 و این خونه رو میسازدش. تقریبا دیگه مونده که خونه‌ش رو بسازه.
میسازه و یه فنس میذاره که فنس پنجره‌ای داشته باشه. من خودم میدونم که میخواد فنس بسازه و یه درم برای خودش میسازه. بعد میره گذاشتن فنس پنجره‌ای خیلی یک چوب میگیره و اون میذاره دور اون که فنس اینجوری از این فنس ها بگیره. دیدی گفتم میخواد فنسی بذاره، فنس پنجره‌ای. اینجا میگیره، اینجا هم فنس میذاره، اینجا هم فنس میذاره و یادش رفته اونجا رو فنس بذاره. وقتی اینجا رو فنس میذاره بعدش هم یک کم الان داره شب میشه کم کم و شب میشه اون میره خونه و هیچ اتفاقی هم در خونش نمیفته. بعد میخوابه، سر صبح بیدار میشه و خورشید هم داره میاد و خورشید اومده. بعدش هم میره دنبال یه ماجراجویی جدید که بره بایم سوام و گل بچینه. وقتی میره بایم سوام کل اون گلا رو میچینه. گلایی که توی ماینکرافت واقعا خوشگلن. اینجا میچینه گلا رو و داره میره گلای دیگر هم بچینه. وقتی غذاش هم میخوره داره بر میگرده به خونش، انگار یه چیزی پشت خونه هستش. میبینید یه چیزی اونجا بوده، یه پلیر که داشته از دور این پلیر رو تماشا میکرده و این موجود ناپدید میشه یهو از دور و این پلیر حسابی تعجب میکنه که اون چی بوده که در خونش اونجا بوده. وقتی میره جلوتر میبینه اون موجود ناپدید شده که در خونش بوده که واقعا عجیبه. این پلیر حسابی میترسه، واقعا میخواست ببینه که اون موجود چی بود. اینجا میره ببینه، میره سراغ معدن و اینی که گرفته را گلایی کم گرفته میره میذاره تو جبه و ناگهان با یه چیز انگار مواجه شده. انگار که دوتا دست یه پشت درخت بوده. متوجه شدین بچه‌ها؟ انگار که دوتا دست پشت یه درخت بوده. انگار اتفاقات عجیبی داره واسه این پلیر میفته. دست اون که پشت درخت بود مثل دست یه خوک بوده، مثل خوکی که دستش مشکی بود، مثل اون بود دستش. میره ببینه چی بوده که اونجا دوتا دست زده اونجا، دوتا دست. میبینه تر خنده داره که ناگهان خیلی عجیبه که ناگهان وقتی میره یه صدای عجیب میشنوه. اینا صدای شنیدید؟ وقتی این پلیر تعجب میشه، میبینه این صدا رو میشنوه حسابی تعجب میشه و میگیره اینجا تعجب میشه که این صدا از کجا اومد. که دیدید پشت اون کوه یه آدم رد شده. خودتون باید میدیدین اینجا رو. اینجا داره میبینه خورشید غروب میکنه و سریع میره داخل خونه و اینجا هم میره دیگه. بعد اینجا میبینه صدا آهنگه. این آهنگ ترسه رو من رو داشته که ترسناکتر بشه، بالتر بشه. و میبینید این پلیر که همچنان مشعل دستشه
خوراکیش لیکه، یعنی غذایی که داره دستشه خوراکیه دیگه. حالا خوراکیه برو بریم ببینید اینجا پلیره میگیره اینجا کل اینجا رو میگرده و اینجا میبینید انگار یک چیز اون موجودی که پشت خونه است دیگه نیست، ناپدید شده، اصلا نیست، این نیست موجود. اون صدا هم دیگه رفته، صدایی که قبلا شنیده بوده، صدای عجیبی که خودتون شنیده بودید، صدا شبیه یه گرگی بود که داشته میمرده. یه شمشیر برای خودش میذاره که اگه موجوداتی بهش حمله کردن چیزا که بکشنش و اینجا میره سراغ اون غار. وقتی داره میره به غارش، وقتی میره تا پایینم میره، وقتی به پایین میرسه میبینه یه تابلو اونجا بوده که این پلیر نزده، روش نوشته من تو رو پیدا میکنم، که این پلیر حسابی تعجب میکنه و میره بالای خونش که اونجا ترسید بره و رفت بالا اونجا و اتفاقی افتاد که بازم اون صدا رو میشنوه و بیرون از پنجرهش یه چیز عجیب رو میبینه. وقتی میره خونه اینو میبینه. داستان ارور 2323. پس هیچ وقت این سید رو به ماینکرافت معرفی نکنید. خوش اومدید به کانال من و چنل من رو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید و دنبالش کنید. خدا نگهدار.